هر چقدر دغدغه‌های ذهنی ما بیشتر بشه تمرکز پایین میاد. هر چقدر فکر ما به چند جا مشغول باشه تمرکزمون پایین میاد و کاری که توش تمرکز نباشه انجام نمیگیره. دوست من، به هیچ عنوان انجام نمیگیره. سلام علیکم، سلام به روی ماه شما عزیزای دلم. سلوا هستم، اومدم با یه برنامه خیلی جذاب در خدمتتون باشم، با هم دیگه تجربیاتمون رو بگیم و لذت ببریم. امشب میخوام در مورد یک دانشمند بسیار بزرگی که هممون اسمشو شنیدیم، هممون آلبرت انیشتین رو میشناسیم، ولی یه سری مباحثی که من از تو دل این حرفای آلبرت در آوردم، خود فامیلیش سخته اما اسمشو میگم، در آوردم از تو دل صحبت هایی که به ما درس بزرگی میده و چون تو قانون هستیم و میدونیم که چه چیزهایی مرتبط هست به قوانین جهان هستی، میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم. من یه سری از مباحث رو اینجا نوشتم که باهاتون در موردش صحبت کنم. خب میدونیم که یه فیزیکدان نابغه و بسیار باهوش، آقای آلبرت انیشتین، هر جایی شما حرف از آگاهی بخوای بزنی، از دانش بخوای صحبت بکنی، صحبتش هست. این فیلسوف همه اسمشو میشناسن، در صورتی که در 5 سالگی آقای آلبرت یه طوری رفتار میکرده و صحبت هم حتی نمیتونسته تا 5 سالگی درست صحبت بکنه که خانواده‌اش نگران میشن و این نگرانی باعث میشه که فکر کنن که یه بیماری ذهنی چیزی داره. میخوام بگم، وارد جزئیاتش نمیشم، میخوام بگم این فیزیکدان استعدادهاش در مورد ریاضیات، فیزیک بسیار بالا بوده، ولی در مورد مثلا حالا مباحث حفظ کردنی و خوندنی و اینا قبول نداشته. یعنی به این اعتقاد بوده که در اون زمان واقعا به این اعتقاد بوده که چه لزومی داره من تو مدرسه یه چیزایی رو باید حفظ کنم تا نمره بیارم، حتما باید بخونم. این باعث شده بود که همه فکر کنن که خب این میخواد فرار کنه از مدرسه، از زیر درس در بره و نباشه. اما ایشون به قدری آگاهی داشته، این حرفی که الان داره میزنه اون موقع میزده، الان ما خودمون داریم میگیم. چه لزومی داره که ما دنبال حاشیه ها بریم؟ چه لزومی داره که ما بدونیم مثلا ستارگان چطور به وجود اومدن؟ اینا یعنی واقعا حاشیه است، زدن کوچه خاکیه. بنابراین میخوام بگم که چند تا درس خیلی قشنگی که از اولیش شروع میکنم. یه درس بسیار بزرگی که من ازش گرفتم این بود که خودش اینو که میگه که همواره کنجکاو بمانید، هرگز کنجکاوی مقدستون رو از دست ندید. یعنی در مورد کنجکاوی به قدری صحبتش، یعنی به قدری براش ارزشمند بوده که مقدس شمرده کنجکاوی رو. دیدین بچه‌ها یه سوالایی یه وقتایی ازمون میپرسن، یه سوالایی که واقعا نمیدونیم چی باید جواب بدیم، یعنی خودمونم جوابشو نداریم. حالا بماند که یه سری از سوالایی که من چطور به دنیا اومدم، مامان من چجوری به دنیا آمدم، اینو نمیخوایم جواب بدیم، کاری ندارم، ولی یه سری از مباحث رو که مثلا حالا میخوایم علمی بهش توضیح بدیم، متوجهش بکنیم، خودمونم نمیدونیم. جالبه که خودمونم نمیدونیم که چرا رنگ آسمان مثلا آبیه، یا چرا مثلا برگ درخت‌ها سبزه. خب یه سری از سوالها جوابش برای خود ما هم نامفهومه، بنابراین جوابی نداریم. اما اون فرزندمون از روی کنجکاوی اینا رو میپرسه، یعنی انقدر که کنجکاوه، دقت داشته به یه مسئله‌ای. کنجکاوی از دقت کردن و توجه کردن میاد. اگه کسی دقت نکنه مطمئناً کنجکاو هم نیست.
کنجکاوه و دوست داره که در موردش بدونه. پس کنجکاوی خیلی خوبه، اما متفاوته. کنجکاوی خیلی‌ها دارن اشتباه میگیرن کنجکاوی رو. واقعا سرک کشیدن تو زندگی مردم کنجکاوی نیست. این که من بدونم مثلا فلانی چرا 10 سال ازدواج کرده بچه دار نمیشه به من ارتباطی نداره. اما این که من بدونم کنجکاو باشم در مورد جایی که زندگی میکنم، جهان هستی که چه قوانینی رو برای من گذاشته و چطور میتونم به موفقیت برسم. اصل سوالی که از آلبرت انیشتین پرسیدن این بوده که چطور موفق شدی؟ چی شد که به این موفقیت رسیدی؟ و تمام این درس هایی رو که توضیح داده برای ما تو صحبت‌هاش همشون مرتبطه به قانون جهان هستی. تک تک حرفاش. یعنی کنجکاوی رو داره حرفشو میزنه. خب این که ما میدونیم که باید در جهان هستی اول در مورد محیط اطرافمون، انرژی اطرافمون، انرژی درونمون اطلاعات داشته باشیم. باید بدونیم که خدای واقعی کی هست، چی هست، که بعد ازش درخواست بکنیم. بنابراین اینا همه نیاز به کنجکاوی داره. خیلی ها خب در مورد خداوند شنیدن و دارن سالهای سال زندگی میکنن، هیچ کنجکاوی هم در موردش ندارن. اما خیلی هم هستن که میپرسن و میخوان که بدونن این خدایی که حالا همه ما میپرستیمش چی هست، کی هست، آیا انسانه؟ من میتونم باش درد و دل کنم، حرف بزنم، گله کنم، شکایت کنم، یا گریه کنم یا زاری کنم؟ آیا میشه یا نمیشه؟ بنابراین اومده صحبت کرده راجبش و توضیح داده که توضیحش رو البته در مورد کنجکاوی من خودم اینطور نوشتم در مورد توضیحش که پرسیدن باعث رشد انسان میشه. خیلی ها هستن که به خاطر یه سری از نمیدونم چه فکری میکنن، ولی مثلا یه جایی رو میخوان برن یا یه کاری رو میخوان انجام بدن، ابا دارن از پرسیدنش. ولی پرسیدن خیلی خوبه. کنجکاو باشیم و در مورد مسئله‌ای که میخوایم بدونیم پرسجو کنیم، سوال کنیم، مطالعه کنیم تا بفهمیم که داستان چیه. این خودش باعث میشه برای کسایی که کنجکاو هستن دغدغه ذهنی از بین میره. یعنی دیگه یه دغدغه‌ای داره در مورد این که من چی شده، که داستان چیه که من باید ندونم یا باید بدونم، خیالش راحت میشه. این دغدغه از او ذهنش برداشته میشه و راحت میره کنجکاوی میکنه. ولی موضوعی که باعث کنجکاوی بیشتر در مورد این آدم بسیار بزرگ واقعا خیلی مهم بوده، همین که ازش بپرسن چطور موفق شدی، میگه داستان از جایی شروع شد که پدرم یه قطب نما رو به خونه آورد. این قطب نما رو که میاره توی خونه یه سوزنی داره که حرکت میکنه. به اون توجه میکنه و دقت میکنه و دوست داره که بدونه چجوریه که این عقربه به سمت شمال خودش میسته، به سمت جنوب میسته، دلیلش چیه؟ وقتی این اتفاق میفته کنجکاویش انقدر بیشتر و بیشتر میشه که میاد به ما میگه که من در مورد کسب آگاهی ها و کنجکاوی هایی که داشتم تونستم به موفقیت برسم. اما درس بعدی که من خودم واقعا در مورد همین ادامه صحبتاش گرفتم این بود که خیلی راحت و واضح داره میگه من استعداد متفاوتی با بقیه آدم ها نداشتم. توانایی های آنچنانی اضافه تر از بقیه هم نداشتم. این یه درس واقعا. ولی کنجکاوی هام رو در موردشون فکر میکردم و میپرسیدم و اون مسئله رو تا حل نمیکردم رهاش نمیکردم. یعنی دوست داشته در مورد مسئله‌ای که کنجکاو بوده قطعاً پرسجو بکنه و توتوشو در بیاره. در مسیر هم نه ناامید میشده نه خسته میشده. خودش میگه که انقدر پیش میرفتم یه موردی رو که به نتیجه برسم که اصلا شاید مدتها طول میکشید و زمان میبرد، ولی من باید به نتیجه میرسیدم. این موردی که خیلی واقعا اهمیت داره من اینجا درس ازش گرفتم اینه که
خیلی توجهمو واقعا جلب کرد که کسب آگاهی ها و کنجکاوی هایی که در مورد یه مسئله داشته باید حلش میکرده، اما به زمانش توجه نمیکرده. خب این میدونید در قانونی که ما داریم میخونیم در موردش جهان هستی رو تکامله، یعنی تکاملش رو طی میکرده، براش عجله نمیکرده تا بتونه به دستش بیاره. اما اگر تکامل رو به نظرتون توجه بهش نداشت، باعث نمیشد که خسته بشه، نیمه های راه جا بزنه و بگه دیگه نمیتونم واقعا ادامه بدم، خسته شدم. و این خستگی باعث میشه که سرخورده بشیم و پشیمون بشیم. من خیلی از شما دوستان عزیزم رو میبینم که برای من کامنت میذارین، توی دایرکت برای من مینویسین که من سالها توی قانون جهان هستی بودم ولی رهاش کردم به خاطر اینکه خیلی قول و وعده وعید تو خانواده دادم و گفتم فلان تاریخ مثلا من ماشین میخرم، نخریدم. فلان تاریخ مثلا فلان چیزی رو که دوست دارم رو میخرم، نخریدم. و اینطوری همه خانواده دارن به من میگن تو عقل تو از دست دادی، این چه کاریه. به نظر من این فقط مستلزم اینه که تکامل رو نخواسته طی بکنه، یعنی بدون این که تکاملش رو طی بکنه با عجله و تصمیم گیری های سریع خواسته که تاریخ و زمان رو مشخص بکنه. چرا؟ چون به انتها داره فکر میکنه. بچه‌ها ما توی مسیر خیلی زیبایی قرار گرفتیم، بذاریم لذت ببریم، حال کن با مسیرت. آگاهیاتو کسب کردی، آماده هستی برای این مسیر، هر روزم داری آگاهیتو در موردش بیشتر میکنی، دیگه کاری نداشته باش زمان و تاریخ بده. اون زمان اتفاقی که برای ما ایجاد میکنه اینه که اولا از مسیر که لذت نمیبریم هیچی، دوما اینکه از جاده اصلی خارج میشی چون اصلا فرصت به خودت ندادی اطلاعات در موردش داشته باشی. مسیرت رو گم میکنی چون فقط داری به تاریخ و زمانی که دادی فکر میکنی و یه دغدغه تو ذهنت ایجاد کردی که دارم نزدیک میشم، خب جواب چی بدم، من جلو همه گفتم این تاریخو. یا حتی به خودت تعهدی رو که داری به خودت میدی باید یه نوع تعهدی باشه که آزاردهنده نباشه. اگر فکر میکنی به خودت تاریخ بدی، دائما میخوای به اون تاریخ فکر بکنی، تاریخ نده. متعهد باش که من باید در مورد این هدف هم قدم بردارم، حرکت کنم و مطمئنم که به هدفم میرسم با کسب آگاهی های بیشتر و عشقی که توی این مسیر به خودم میدم. این میشه تعهد واقعی. پس تکامل خیلی مهمه که ما حتما بهش فکر کنیم. میگه من روی حل موضوع خیلی زمان میذارم، زمان بسیار زیادی رو برای حل کردن موضوع برای خودم در نظر میگیرم، یعنی دیگه فکر نمی کنم که چقدر طول بکشه، تاریخ و زمان نمیدم. و در مورد این قضیه میخوام بگم تو این زندگی که ما داریم پر از فراز و نشیبه. زندگی ما سربالایی و سرپایینی داره، اما اگه نداشت یک کله همینطوری همش سربالایی بود خسته میشدیم، یا اگه همش سرپایینی بود هم خسته میشدیم. بنابراین تو این چالش های زندگی زیبایی های وجود داره که کسی که کنجکاوه و به تکامل فکر میکنه و رو کاری که داره انجام میده ایمان داره و باورش کرده لذت میبره. بنابراین از مسیر لذت باید ببریم. هر چقدر دغدغه های ذهنیمون کمتر باشه قشنگتر میتونیم تمرکز بکنیم. درس بعدی رو که به ما میده تمرکزه. میگه من خیلی خوب میتونم رو همه مسئله هایی که خودم بخوام تمرکز داشته باشم و این خیلی واقعا جالبه. یه چند تا مثال قشنگی که خودش زده در مورد این تمرکز، خیلی مثال نیست، واقعیت رو گفته. جالب اینجاست که وقتی که توی خیابون داشته میرفته یه خانومی رو میبینه، بعد به اون خانوم میگه که میره جلو و به اون خانوم میگه من خیلی چهره شما برام آشناست. میدونین همسرش چی بهش میگه؟ همسرتم. تعجبی نداره که قیافم برات آشناست، همسرتم.
وقتی که اون خانم اینو بهش میگه ما چه درسی ازش میگیریم؟ ما متوجه میشیم که در حال راه رفتن تو خیابونم به اون هدفش داشته فکر میکرده و تمام تمرکزش رو هدفش بوده، به هیچ چیز دیگه ای نه فکر میکرده، نه نگاه میکرده، نه توجه میکرده. بنابراین این خیلی واقعا به نظرم جالب و جذاب میاد که ما به زمانش کاری نداشته باشیم، ما با تکامل پیش میریم. هرگز تو ذهنتون پراکندگی و سردرگمی ایجاد نکنید. این یعنی چی؟ یعنی که اگه یه خواسته ای رو داری، یه هدفی رو داری، خیلی واقعا اینطور هستن که اگر یه هدفی رو میخوان دنبال بکنن، مثلا مثال میزنیم در مورد شغلمون، کارمون، یه تجارتی رو میخوایم انجام بدیم و در مورد این تجارت یه قسمتی از کار رو در دست گرفتیم با یه مشتری بسیار عالی، داریم انجام میدیم، میخوایم بارای مشتریمون رو بگیریم و بیاریم و وارد کنیم، صادر کنیم، میخوایم کاراشو انجام بدیم. حالا به این فکر بکنین که اگر چون انسان زیاده خواهه، اگر تلفن زنگ بخوره و در خلال این کارهایی که داری در مورد همین پروسه‌ای که داری انجام میدی تماس بگیره، ناخودآگاه دست و پای آدم سست میشه. وقتی گوشی رو برمیداری و توضیح میده برات که یه کاری هست فلانه، من یه محصولی رو دارم، یه مقدار که برات توضیح میده، میگه خب اینم از دست نمیدم، قطعا میتونم انجام بدم. اکثر تاجرها زمانی که شروع کارشونه، استارت کارشونه، این اشتباهو میکنن. یعنی به چند تا تلفن که نباید پاسخ مثبت بدن پاسخ مثبت میدن. آره حتما انجام میدم برات، نگران نباش. همه رو میگن باشه. اما ته این قضیه اتفاقی که میفته، دغدغه انقدر توی ذهنمون زیاد میشه، باعث میشه دیگه تمرکزی وجود نداشته باشه. هر چقدر دغدغه های ذهنی ما بیشتر بشه، تمرکز پایین میاد. هر چقدر فکر ما به چند جا مشغول باشه، تمرکزمون پایین میاد و کاری که توش تمرکز نباشه انجام نمیگیره. دوست من، به هیچ عنوان انجام نمیگیره. اگر شما به چند تا کار با هم فکر بکنی، به چند تا هدف با هم فکر بکنی، به چند تا مبحثی که مثلا چند تا کتاب رو با هم انتخاب کنی که بخونی، مثلا بگی این مبحثش جداست، این جداست، حالا 10 صفحه از این کتاب میخونم، حالا بذار ببینم این یکی کتاب چی گفته، نمیتونی به نتیجه برسی. همه چی رو تمرکز ماست. یک کسی که کتاب میخونه، مطالعه میکنه، باید رو خود اون کتاب تمرکز کنه. وقتی داری غذا میخوری، باید رو غذا تمرکز کنی. اگه رو غذا خوردن تمرکز نداشته باشی، اتفاقی که میفته اینه که همون غذایی که همیشه میخوردی بهت میساخته، هم حالت خوب نیست، هم دلت درد گرفته، هم نفخ شکم داری، فقط به خاطر اینکه موقع غذا خوردن به جاهایی فکر کردی و انقدر تمرکزت از روی غذا اومده بیرون و به جاهای دیگه‌ای فکر کردی که اون باعث شده کلاً حس و حال درونی سیستم بدنت به هم بریزه. ذهن ما با اندیشه هایی که درونش داره میتونه به راحتی سیستم بدن ما رو مختل کنه. بنابراین باید مراقب باشیم. غذا میخوری، فقط غذا بخور. کتاب میخونی، فقط کتاب بخون. عبادت میکنی، فقط عبادت کن. حواست به این ور و اون ور و فکرای بیهوده نذار تو سرت بیاد. عبادتی درسته که بتونی به منبع وصل بشی. داری صحبت میکنی، داری انرژی مثبت ساطع میکنی، عبادت داری میکنی، میخوای که به خدای درونت وصل بشی. اینم نیاز به تمرکز داره. هر کاری که داریم انجام میدیم باید توش تمرکز داشته باشیم. و آقای آلبرت انیشتین به قدری تمرکز بالایی داشته که کاملا از دنیای بیرون خارج میشده زمانی که فکر میکرده. و این یکی دیگه از موفقیت‌های ایشون بوده. در مورد موفقیتش که صحبت میکنه، تمرکز هم خیلی موضوع مهمی بوده که ایشون داشته به واقع. یعنی خودش خواسته که داشته باشه. دغدغه ها رو دور ریخته تا بتونه تمرکزشو به دست بیاره. تمرکز پراکنده رو تمرکز نمیگن. میگن آشفتگی ذهن. وقتی که ذهنت آشفته باشه، تمرکزی درونش وجود نداره. بنابراین اصلا بهش فکر نکن که بتونی هم تمرکز کنی روش،
هم به اون فکری که داری رسیدگی کنی و به نتیجه برسی. حالا در مورد موضوعی که میخوام بگم، درس بعدی که میخوام براتون توضیح بدم که درس خیلی مهمی هم هست، باز هم اینجا در مورد تمرکزش گفته که وقتی که بذارید این مثال تمرکز رو هم براتون بزنم. وقتی که با قطار داشته از یه مسیری به مسیر دیگه میرفته سفر میکرده، یه آقایی میاد اونجا توی کوپهش که بلیت ازش بگیره، بلیتش رو تحویل بگیره. هر چی میگرده نمیتونه بلیتش رو پیدا کنه، هر چی میگرده بلیتش رو پیدا نمیکنه. از اونجایی که اون آقا این شخص رو میشناسه و متوجه میشه که آلبرت انیشتین هست، میگه اشکالی نداره، من میدونم که شما بدون بلیت سوار نشدی. رد میشه میره و میره کوپه های بعدی و این کار رو انجام میده. از کوپه های بعدی هم بلیتاشون رو دریافت میکنه. وقتی که داره همین مسیر رو میاد میگذره، میبینه که آقای آلبرت هنوز داره میچرخه و میگرده دنبال بلیتش. بهش میگه من که گفتم اشکالی نداره، اصلا خودتون اذیت نکنین، برای چی داری میگردی دنبال بلیت؟ میدونین چی بهش میگه؟ میگه من نمیگردم دنبال بلیت که به شما تحویل بدم، من میخوام بدونم کجا باید پیاده شم. این یعنی تمرکز بچه‌ها، نه اون چیزی که ما داریم. تمرکز گذاشتن روی موضوعی که خواسته قلبی تو هست، بی نهایت 99% میتونه تو رو به نتیجه برسونه. هر کاری که داری انجام میدی باید با تمرکز بالا باشه. هر چیزی رو که میخوای به دست بیاری باید تمرکز داشته باشی. درس بسیار بزرگی که ما از این آدم موفق میگیریم تمرکز بالاست. یعنی کنجکاوی درس اول ما بود که کنجکاو باشیم، با کنجکاوی فراوون دنبال هدفمون بریم و وقتی که رفتیم پرسجو بکنیم، ابایی از پرسیدن نداشته باشیم، سوال بکنیم تا هدفمون رو بتونیم بهش برسیم و با تکامل به هدفمون بخوایم که برسیم. کنجکاوی، تکامل و در نهایت تمرکز. البته که خیلی از آیتم‌های دیگه‌ش هم هست که من دیدم مبحثاش طولانی تره، ورق زدم چون که تایممون کمه، نمیتونیم زمان براش بذاریم. دوباره ادامهش رو براتون قطعا میگم که این درس ها رو بگیریم، بتونیم تو زندگیمون به کار بگیریم و لذت ببریم. امیدوارم حال دلتون یه عالم عالی باشه و مثل همیشه بدرخشید.